هفته در آفساید رونمایی میکنیم از تازه ترین دستاوردهای برجام برای نظام. درود و سلام. سال اول برجام چه کار کرده است؟ این اصلش مهمه. اونها که سوال میکنند و میگویند برجام چه کار کرده است؟ برجام یک افتخار سیاسی و حقوقی برای تاریخ ملت ایران ثبت کرده است. آفساید. چون این افتخار تاریخی و حقوقی با گذشت زمان تبدیل شد به یک افتضاح تاریخی و حقوقی. حالا چرا؟ چون این همه نرمش و چرخش و دیپلماسی ایمیلی و التماسی و خنده‌ای کردن که آخرش طناب تحریما یه گره شل بشه، تو نقطه‌ای که قرار بود میوه بده بادمجون داد. یعنی پولای بانک‌ها که آزاد نشد هیچ، این وسط 2 میلیارد دلار هم رتتتا. دادگاه عالی امریکا به بهانه‌های عجیب مثل انفجار پایگاه نظامیان امریکا در بیروت 33 سال پیش یا حتی 11 سپتامبر حکم می‌داده که حالا 2 میلیارد دلار دارایی ایران در سیتی بانک نیویورک مصادره شد. 2 میلیارد دلار؟ به همین سادگی پس؟ اصلا این پول مال کی بود؟ بعد به خاطر چی کف رفتنش؟ 2 میلیارد دلار پول شما مردم رو غارت کردند امریکایی ها. دولت امریکا هم تأیید کرده به این دلیل که در پایگاه تفنگداران امریکایی در امریکا اون زمان به اینها حمله شده ایران دست داشته. چی شد؟ وقتی پول تو خزانه میاد میری خرج موشک میکنی و تو یمن و سوریه خرج میکنی و یارانه مردم رو قطع میکنی، ولی وقتی پولو میزنن میبرن همچین یهویی پول میشه مال مردم. ها بابا رفتی این ور دنیا بومبوندی، حالا ابتزاش بالا اومده که میگی مردم برن پس بگیرن؟ چرا نمیری به شیخ فری بگی تو فضای بعد از برجام حسابشو صاف کنه؟ فضایی که امروز بعد از برجام به وجود آمده، این فضا هم باید اگر شکر نعمت نکنیم من از غضب خدا دارم میترسم. این دیگه خیلی جدید بود. برجام هم شده نعمت. احتمالاً با نعمت شروع میشه، بعد فردا میره تو شوکت و عزت و حشمت و حشمت عزت شوکت. از اونجایی که اولین حرکت نرمش ذلیلانه رو خود عظما کرد و بعد هم تمام مراحل زیر نظر خودش طی شد، احتمالاً بیشترین کسی که باید شکر نعمت برجام رو بکنه خود خامنه‌ای باشه دیگه. احتمالاً باید اینجوری باشه. حالا بذارید بناله ببینیم که نعمت برجام رو تو چی می‌بینه. در قضیه هسته‌ای توافق شد، این اسمشو گذاشتیم برجام. در همین قضیه هم آمریکایی‌ها به اونچه وعده داده بودن عمل نکردن. ما ناگزیر باید به همه تعهدهای خود عمل کنیم. طرف مقابل با طرق مختلف، با شیوه‌های مختلف، با خدعه، با تقلب تعهدهایی که کرده است عمل نمی‌کنه. این چیزیست که ما امروز در مقابل چشم خودمون داریم می‌بینیم، یعنی خسارت محض. خب اگر این خسارت محضه، پس کی تاییدش کرد؟ اگرچه این توافق رو ما تایید کردیم. خسارت محض رو تایید کردی؟ خاک بر اون سرت کنم بدبخت. برگزار کنندگان این توافق رو مورد قبول اعلام کردیم و قبول داریم اونها رو. این هم رفته رو علا کلنگ سوار شده، از این حس علا کلنگش پایین نمیاد. یه روز میگه مذاکره با آمریکا نداریم، یه روز میگه خودم تایید کردم، یه روز میگه اینا میخوان برجام 2 بهم بدن، یه روز میگه اینا رو قبول دارم. خب همین حرفا رو میزنه که بسیجیام قاط میزنن و میافتن به جونت. هی بشین عقب، هی ببین چی میشه، تا اینکه تو رو برای بچه‌ها تو زنت و دخترت و همه رو به دین خودشون در بیارن. هر چی بیای عقب ولت نمیکنن. چرا ول نکنن؟ بابا مگه قرار نبود که تو مذاکرات فقط درباره هسته‌ای صحبت کنن؟ مذاکرات هم که با برجام تموم شد رفت دیگه. گلو پاره کردن برای چیه؟ مگه مذاکرات تموم نشده؟ آقای ظریف با چه حقی داره میره با کری میشینه مذاکره میکنه؟ خودشون البته گفتن که ما داریم فشار میاریم به تعهداتشون عمل کنن. چرا کاغذتون رو درست ننوشتید که الان میرید به اسم این که با آمریکا فشار بیارید
که تعهداتشون رو اجرا کنن. میرید میشینید اونجا، ایشون آقای کریم میاد به شما میگه آقا این بحث سوریه رو حل کنید، میگه موشکاتون رو حل کنید. بالاخره ما نفهمیدیم مشکلشون چیه. خودکار خوب نداشتن، کاغذ خوب نداشتن، خطشون خوب نبوده، قبله رو گم کرده بودن. قضیه چیه؟ رفرمیستا و ریویزیونیستا که اساس تفکرشون لیبرالیسمه، قبلشون لندن و لس آنجلس و پاریسه، بیشتر البته شهره در واقع لاس وگاس، به قول خودشون لاس وگاس. برم تو قمارخونه های اونجا، قبلشون اونجاست. ارزشای امام کجا رفت؟ چطور شد که بعد 37 سال از لاس وگاس سر در آورد؟ بعد این جماعت جام زهری چرا به این روز افتادن؟ این ظریف که میز مذاکرات میره میاد، این چجور آدمیه؟ اینو میخوام بهم بگی. آدمی است ناامید، یعنی معتقده که آقا فایده ای نداره، چی بی خود وایسادیم، فایده ای نداره، ناامیده. یا آدمی است تسلیم پذیر، حال معارضه کردن و ایستادگی کردن نداره. حالا یه مقداری ممکنه بیسته، ولی وقتی فشار زیاد شد، زور زیاد شد، تسلیم میشه. روحیش اینه. آدمی است فریب خور، به لبخند دشمن اعتماد میکنه، به فریب دشمن اعتماد میکنه، اصلا فریب دشمن رو نمیفهمه. یا آدمی است اصلا بیحال، دلش میخواد بگیره استراحت کنه، بخوابه. حالا هرچی خامنه‌ای میخواد سربسته و گرد و با ایما و اشاره با جناح مقابل تطبیع حساب کنه، اون پای ما اینا دیگه تکلیف پاسدارچه‌هایی مثل پاسدار عباسی روشنه. یعنی اینجوری میرن براش. آقای روحانی اجازه بدید که ما نگران باشیم. دفعه پیش نگرانیمون در مورد آقای خاتمی درست بود. دور و بریاش همه تو زرد از آب در اومدن و ضد انقلاب و مأمور CIA. دور و بریای جناب عالی هم نگران هستیم. برادر عزیز، الان صبر نمی‌کنیم تا بعداً یواش یواش این دایه‌های در واقع آلوده درون دولت جناب عالی لو بره. دایه‌های آلوده درون دولت جناب عالی لو بره. تکلیفمون باید روشن بشه. ولی با همه این تیغ‌کشی‌ها زهر برجام داره کار خودش رو میکنه. حرف شیخ فری و دوربری‌هاش هم اینه که تا قبل از انتخابات آمریکا باید همه زهرهای بعدی رو بندازن بالا. چندی پیش مشاور فرهنگی روحانی خطاب به اوباما نوشت: آقای اوباما، قبل از نوامبر آخرین بقایای جنگ سرد را نه فقط در کوبا که در خاورمیانه نیز پایان دهید. از این التماس‌های ذلیلانه که بگذریم، به نظر میرسه که تا اینجای کار تنها دستاورد باطلاق برجام به هم پریدن بیشتر باندها و در یک کلام رودل کردن عظما بود. این بود تنها فرجام برجام بی سرانجام و سلام. آفساید تمام.